Writing a research paper is generally as difficult as teaching at university. نوشتن یک پژوهشنامه عموماً به سختی درس دادن در دانشگاهه. As difficult as به این ساختار میگیم equative adjectives یا صفتهای برابر که در آن دو تا as در جمله قرار میگیره و بینشون یه صفت میاد. به سختیه. As difficult as. سوال دو. Whenever I cannot understand the meaning of a word, I look it up in a dictionary. هر موقع معنی کلمه رو نمیدونم در یک دیکشنری جستجو میکنم اون کلمه رو. Look something up به معنی جستجوی یک بخشی از اطلاعات هست در کتابخانه، در یک کتاب یا در اینترنت. ما look for هم داریم که به معنی جستجو کردنه ولی اون واسه اجسام یا افراده و همینطور look something up اگر دقت داشته باشید اون something یا مفعول جملمون میاد وسطش look something up look it up اینجا ما it رو داریم بعد از look ولی ما نمیتونیم بگیم look it for پس look for جدایی پذیر نیست separable نیست ولی look it up separable یا جدایی پذیر هست به این بخش از گرامر میگیم phrasal verbs یا فعلهای عبارتی سوال 3 To know his perspective on time lost during the pandemic and what we can do about it, I spoke to Tim Urban, the author of the blog Wait, But Why. برای دانستن دیدگاهش در مورد زمان از دست رفته time lost دقت داشته باشید که در اینجا ما یک فعل past participle یه شکل سوم داریم که بعد از time اومده lost خب این نشون میده که این جمله ما جمله مجهولی هست the time that is lost زمانی که از دست رفته okay the time that is lost ولی ما وقتی که that is داریم یعنی ضمیر موصولی داریم به همراه یک فعل to be میتونیم اون دوتا رو با هم دیگه حذف بکنیم زمانی که داریم در مورد یک مفعول صحبت میکنیم خب time اینجا یک مفعوله پس that is lost that isش میتونه حذف بشه چیزی که میمونه time lost زمان از دست رفته بقیهشون به جمله نمیان مثل are lost یا which loses are lost به جمله نمیاد به خاطر اینکه ما اولا که time غیر قابل شمارش با are نمیاد بعدش هم این که نیاز داره به that is lost اینجا فقط در واقع that هست شده rش مونده ما باید هر دو رو با هم حذف کنیم that و is رو باید با هم حذف کنیم نمیتونیم فعل to be رو بذاریم that رو حذف کنیم اینجور مواقع time to lose میشه زمانی برای از دست دادن بله به جمله میاد ولی معنی نمیده مثلا میگیم I got no time to lose من زمانی برای از دست دادن ندارم وقت ندارم که صرف چیز دیگه بکنم اوکی اینجا میخوایم بگیم زمان از دست رفته در دوران پندمیک بعدی after the meeting they became closer friends and he thought he could talk a little about his problems to his friend بعد از اون جلسه اونا دوستای نزدیکی شدن و او فکر کرد که در مورد مشکلی میتونه یک کوچولو صحبت کنه با دوستش اوکی یک کوچولو صحبت کنه ما میدونیم که little و a little با همدیگه فرق میکنن از چه نظر a little مثبته یعنی معنی مثبتی داره مثلا میگیم I have a little money من یک کمکی پول دارم ولی وقتی میگیم I have little money من پول کمی دارم پس اینجا داره میگه میتونه یک کمکی با دوستش صحبت بکنه مثبته talk a little about his problems to his friend. بعدی 5. This is the process by which the seller can be sure that the bitcoins he or she is receiving are real. این فرآیندیه که توسط آن ما نیاز داریم به حرف اضافه by که توسط آن خب و میتونم بگم که which whom و whose تنها ضمایر موصولی هستن که با حرف اضافه میان پس by میتونه در واقع قبلشون بیاد اینو باید بهتون بگم پس by which درسته و by that اشتباهه ما نمیتونیم بگیم by that فقط whichه که قبلش by میاد that نمیاد خب پس that خالی یعنی گزینه 3 هم اشتباهه چون ما نیاز داریم که بگیم فرایندی که توسط آن فروشنده میتونه بفهمه که بیت کوین هایی که داره دریافت میکنه واقعی ان اوکی بای نیازه برای همین گزینه 1 میشه صحیح for it هم که اصلا معنی نمیده خب New Year holidays are in just a few weeks and I look forward to spending time with family خب
تعطیلات نیویر یا همون سال جدید چند هفته دیگه شروع میشن و من مشتاقم برای گذراندن زمان با خانوادم. مشتاق برای چیزی بودن. اوکی، در انتظار چیزی بودن. Look forward to spending. شاید بپرسید چرا بعد از to من از ing استفاده کردم. باید بهتون بگم که to میتونه چندین نقش داشته باشه. خب همه جا مثل هم کاربرد نداره. وقتی که ما میایم از یک to با یک فعل مصدر استفاده میکنیم، اینو بهش میگیم مصدر هدف. یعنی میخوایم یک هدفی رو درباره حرف بزنیم. میگیم که I went to the doctor to cure my disease. من رفتم دکتر تا درمان کنم بیماریم رو. حالا to cure میشه تا درمان کنم، تا کاری رو انجام بدم، هدف منه. خب پس to با فعل ساده میشه وقتی یه هدفی داریم میخوایم کار رو انجام بدیم. ولی to گاهی دیگه میتونه در واقع به معنی ب باشه، میتونه فقط یه حرف اضافه باشه. اوکی، اینجا فقط یه حرف اضافه است. من مشتاقم به انجام این کار. I look forward to spending time. اوکی، پس اینجا باید با ing بیاد بعد از to. خب سوال 7 میشه گزینه 3. Were it not for the villagers who rallied to save it, the lighthouse would have been auctioned off decades ago. خب دوستان، چرا باید گزینه 3 رو انتخاب بکنیم؟ الان براتون توضیح میدم. اولا که معنیش میشه که اگه به خاطر اون روستاییانی نبود که راهپیمایی کردند، تظاهرات کردند تا نجاتش بدن، تا نگهش دارند، اون فانوس در واقع میتونست به مزایده بره و فروخته بشه دهه ها پیش. خب اگه بخوایم بگیم که اگر به خاطر آنها نبود، میگیم if it wasn't for. if it wasn't for مثلا میگیم if it wasn't for you, if it wasn't for you something would have happened to me. اگه به خاطر تو نبود فلان اتفاق برای من میافتاد. اوکی، حالا گزینه 2 if it wasn't نیست. اگر if it wasn't بود شاید میشد درست باشه، ولی if there wasn't یعنی اگر نبود. خب اون معنی رو نمیده. if it wasn't for میشه اگر به خاطر اون نبود. حالا چی شد که if it wasn't for تبدیل شد به were it not for؟ اینجا از اینورژن استفاده شده، یعنی از وارونگی. اگه بخواید اینو متوجه بشید باید مبحث وارونگی رو بخونید. خب این جمله شرطیه که وارونش میشه were it not. مثلا وقتی میگیم که if I were you I would buy a bigger jacket, a larger jacket. اگه من جای تو بودم یه جاکت بزرگتری میخریدم. خب پس if I were you وقتی وارونه میشه were I you, were I you. یعنی ifش حذف میشه، were میاد اول بعدش فاعل، اول فعل بعدش فاعل. این میشه وارونگی. حالا نمیشه were it not for the villagers اگه به خاطر اونا نبود. خب 8. You always need cash flow to stay in business, which is why you often hear the phrase cash is king. شما همیشه نیاز دارید به گردش مالی تا بتونید تو کسب و کارتون بمونید، سرجاتون بمونید. به این خاطره که which is why you often hear the phrase، به این خاطره که شما عموما این عبارت میشنوید که cash is king، پول نقد پادشاهه. خب چرا از which استفاده کنیم؟ چون کاما داره. بعد از کاما ما نمیتونیم that بیاریم. خب بعد از کاما باید which بیاریم. اگه میخواید این مبحث رو بیشتر یاد بگیرید و بدونید که داریم در مورد چه چیزی حرف میزنیم، مبحث ضمایر موصولی رو باید بخونید which و همینطور جمله واره های موصولی. ما میدونیم که جمله های موصولی دو حالت دارن، defining و non-defining. non-defining اونایی هستن که کاما دارن و بعدشون یه ضمیر موصولی میاد. این non-definingه. وقتی میخوایم اطلاعات اضافه ای رو بدیم از ضمایر موصولی استفاده میکنیم مثل which یا were یا اینا که در واقع بعد از کاما میان و به این میگیم جمله واره های موصولی non-defining. خب they prefer depositing their money in a single account than putting it in several different ones. اونا ترجیح میدن که پولشون رو بذارن توی یک حساب بانکی تا اینکه بیان پولشون رو بزنن توی چندین
حساب مختلف. چرا از یک استفاده کردیم then putting؟ به خاطر اینکه اول جمله depositing داریم، یعنی ing داره. خب بعدش then داریم، دوباره بعد از then باید ing بیاد. depositing then putting. اینو بهش میگیم ساختار موازی. خب برای فهمیدن این باید ساختار موازی یا parallel structure که همینطور بهش parallelism هم میگیم رو مطالعه بکنید. اوکی؟ این نوع ساختار میگه که وقتی ما یک کانجانکشن هایی داریم، مثل کنجانکتیو داریم، مثل در واقع and, but, or, then، در واقع این حرفای رفع دهنده قبل و بعدشون باید یکسان باشن. اگه این ور ing اون ور باید ing باشه. این شکلی. خب 10. She won't stop talking about conspiracy theories. نقطه چین my attempts to explain despite my attempts to explain that they are false and dangerous. او هیچ وقت متوقف نمیشه، هیچ وقت دست بر نمیداره از صحبت کردن در مورد تئوری های توطئه، علی رغم تلاش های من برای توضیح دادن اینکه اونا خطرناکن و اشتباهن. despite میشه علی رغم. despite my attempts to explain that. خب چرا نیومدیم in spite رو انتخاب بکنیم؟ گزینه 3. مگه in spite همون معنی نمیده؟ بله in spite همون معنی میده تا زمانی که off هم داشته باشه. in spite of my attempts. اینجا offش رو نذاشته، پس اشتباهه. چرا نمیدیم contrary رو انتخاب بکنیم؟ مگه contrary نمیشه در تضاد با یا علی رغم فلان چیز؟ تقریبا میشه گفت میشه، ولی باید contrary با to بیاد. contrary to، برخلاف فلان چیز. contrary to something. چرا از though یا although استفاده نکردیم؟ به خاطر اینکه وقتی از although یا though استفاده میکنیم بعدش باید جمله کامل بیاد. مثلا میتونستیم بگیم که although I have explained that they are false and dangerous, she won't stop talking about conspiracy theories. پس I have explained میشه یه جمله کامل. ولی وقتی یه عبارت داریم از despite استفاده میکنیم. اینجا فقط یه عبارت داریم. My attempts to explain یه عبارته، یه clause. خب each member contributes original musical compositions to the group, as does their friend and mentor Mr. Coleman. پس هر در واقع شخصی، هر عضوی از این گروه موسیقی مشارکت خاص خودش رو داره در واقع و میاد اون آهنگسازی های اصلی یا اوریجینالی که انجام میده رو در اختیار گروه قرار میده. خب و دوستشون و مشاورشون مستر کولمن هم همین کار رو انجام میده. As does their friend and mentor Mr. Coleman. این یه نوع دیگه از در واقع وارونگیه که میگیم as does somebody else و واسه agreement، واسه توافقه. میخوایم نشون بدیم که یک کسی همون کاری رو انجام میده که دیگران انجام میدن. مثلا میگیم که I always wake up early as does my friend. من همیشه زود بیدار میشم، دقیقا دوستم همین کار میکنه. As does my friend. خب پس اینجا هم به گزینه 2 نیاز داریم که جواب ما باشه. 12 میشه having traveled، گزینه 3. دوستان این ساختار وجه وصفیه، حالت پرفکتش هم هست، بهش میگیم perfect participle clause. توی حالت perfect اول یه having میاد، بعد شکل سوم میاد having traveled. خب چه زمانی از این استفاده میکنیم؟ وقتی که یک کار رو انجام داده باشیم، تموم شده باشه، بعدش یک کار دیگر رو میخوایم انجام بدیم. Having traveled extensively in Eastern Europe, I can say with great pride that Bulgaria is exquisitely beautiful. منی که سفر کردم سراسر اروپای شرقی رو با غرور زیاد میتونم بگم که بلغارستان تماما زیباست. اوکی؟ منی که سفر کردم. پس اولی کاری رو که انجام داده، تموم شده رفته. Having traveled. اوکی؟ پس برای فهمیدنش همونجور گفتم participle clause ها یا وجوه وصفی رو مطالعه بفرمایید و خصوصا بخش perfect participle clause، حالت کامل یا perfectشون. Technical hiccups notwithstanding, the evening felt very smooth and everybody was pleased and happy. میخواد بگه که مشکلات فنی به کنار یا علی رغم مشکلات فنی
اون عصری که داشتن خیلی عالی بوده و همه در واقع خوشنود و راضی بودن ازش. پس notwithstanding میشه به کنار یا علی رغمه. حالا فرقش با بقیه چیه؟ الان براتون توضیح میدم. ببینید notwithstanding اینجوری میتونه بیاد که اول ما یک کلمه رو میگیم، یعنی technical hiccups رو میگیم، بعدش میگیم notwithstanding. یعنی همونطوری که در واقع تو فارسی میگیم مشکلات فنی به کنار، پس مشکلات فنی رو اول میگیم، notwithstanding یا به کنار رو بعدش میگیم. اوکی؟ این شکلی. بقیهشون این حالت رو ندارن، نمیتونیم بعد از یک کلمه بیاریمشون. اگه بخوام یه مثال دیگه با notwithstanding بزنم اینجوری میگم که مثلا his personal problems notwithstanding he is a cheerful guy. پس مشکلات فردیش به کنار او یک فرد cheerfulه، شاده. اوکی؟ بعدی 14. Last week the UN Security Council passed a resolution calling for an immediate ceasefire in the war-torn region گزینه 4 which the militants have not abided by. معنیش میکنیم هفته گذشته سازمان ملل متحد در واقع سکیوریتی کانسل اون سازمان، یعنی در واقع شورای امنیت اون سازمان اومده یه مصوبه رو داشته و لازم دونسته که آتش بس فوری به وجود بیاد در منطقه جنگ زده. حالا گزینه 4 میگه که جنگجویان پیروی نکردند ازش. abide by میشه پیروی کردن از چیزی. پس اون گزینه‌ای که abide for داره یعنی 2 3 کلا رد هستن، نمیتونیم اونا رو داشته باشیم. چرا اینجا از which استفاده شده بعد از region؟ مگه نمیگیم region اسم یه مکانه؟ خب ما نمیخواستیم در مورد این مکان صحبت کنیم، میخواستیم در مورد اون مصوبه، اون رزولوشن صحبت بکنیم. میخوایم بگیم که اون جنگجویان مصوبه رو هنوز ازش پیروی نکردن، یعنی هنوز دارن جنگ رو ادامه میدن. ما کاری به اون منطقه نداریم، پس where نیاز نداره که اونجا باشه. از طرف دیگه گزینه 1 اشتباهه، بخاطر اینکه ما نمیتونیم بگیم didn't manage abiding by. ما manage رو با to به کار میبریم، didn't manage to abide by. اوکی؟ پس به این دلایل باید 4 گزینه صحیح ما باشه. آخرین سوال گرامر. The incident spurred him and other students into action. Spur someone into action یعنی کسی رو به عملی واداشتن. پس اون اتفاق اونها رو به این عمل واداشت که to make their campus inclusive of indigenous students and have a consequential effect on their education. به این عمل واداشت که پردیس دانشگاهشون رو کاری کنن شامل دانشجویان بومی بشه. inclusive میشه شامل، indigenous بومی، شامل دانشجویان بومی بشه و یک تأثیر متعاقب داشته باشه روی تحصیلاتشون، consequential متعاقب. سوال 16 رو اینجوری میشه ترجمه کرد که Jack showed me his collection of rare books. I was surprised to see the first edition of so many important books among them. خب مشخصاً پاسخ صحیح گزینه 1 هست. جک به من نشان داد کلکسیونش رو از کتاب‌های نایاب و من سورپرایز شدم از دیدن اولین نسخه از بسیار از کتاب‌های مهم. کلکشن، کلکسیون، مجموعه. خب اگه بخوایم بقیه گزینه‌ها رو ترجمه کرده باشیم، شماره 2 percent معنی درصد، focus معنی تمرکز، tendency معنی تمایل. هیچ کدوم از اینا به جز گزینه 1 نمیتونن صحیح باشن. The best time to prepare for a flood is when the sky is clear and your weekend is free, not when local officials are telling you to seal up windows and head for higher ground. بهترین زمان واسه آماده شدن برای سیل زمانیه که آسمان صافه و آخر هفته شما آزاده، نه زمانی که افراد مسئول توی محله شما بهتون میگن که پنجره هاتون رو در واقع بیایید و آب بندی بکنید و برید سراغ جاهای مرتفع. پس prepare میشه آماده شدن. prepare for a flood. گزینه دیگه‌مون spend خرج کردن یا گذراندن زمان. desire به معنی خواسته. fight به معنی جنگیدن.
خب میریم واسه شماره 18. The challenge is that the job looks very simple, but it is really very complex because every detail is important. چالش اینه که شغل به نظر میاد ساده باشه. Looks very simple. به نظر خیلی ساده میاد. But it is really very complex. ولی واقعا خیلی پیچیده است. خب چرا ما از گزینه simple استفاده کردیم به عنوان جواب صحیحمون یک رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه simple و complex متضاد هم هستن. اونجا هم بات رو داریم. بات میگه اما، یعنی یک تضاد ایجاد میکنه توی جملهمون. اوکی؟ باقی گزینه ها dangerous خطرناک، remote دوردست، demanding کاری که نیاز به تلاش زیاد داشته باشه. خب بعدی 19. A manufacturer has been fined $300,000 for employing children as young as 14 to operate dangerous machinery and requiring them to work more hours than the law allows. یک تولید کننده $300,000 جریمه شده برای بکارگیری افراد یا بچه هایی که 14 سالشون هست برای آپریت کردن ماشین های خطرناک و خواستن از اونها که بیشتر از زمانی که قانون تعیین کرده کار بکنن. خب operate dangerous machinery یک کالوکیشن operate machinery operate معنی در واقع استفاده کردن از چیزی رو به کار گرفتن، اپراتوری چیزی رو انجام دادن. اوکی، این کالوکیشن خوب برای ماشینری هست. oppose به معنی مخالفت کردن، reward به معنی پاداش، return به معنی بازگشت یا بازگرداندن. برای این گزینه صحیح ما اینجا operate هست، شماره 2. The idea that it is too expensive to eat healthy food and that junk food is cheaper is nonsense. این ایده که خوردن غذای سالم خیلی گران هست و خوردن غذاهایی با ارزش غذایی کم جانک فود ارزان تره یک نانسنسه. نانسنس یعنی حرف بی‌پایه و اساس، تو اصطلاح عامیانه خودمون چرت و پرت. خب حالا کدوم درسته؟ مشخصا به خاطر اینکه اون طرف چیپر رو داریم، اینجا دنبال تضادش باید بگیریم که میشه expensive. اوکی، proud میشه افتخار یا مفتخر، confident به معنی با اعتماد به نفس، complete به معنی کامل کردن. خب برای این گزینه صحیح ما همون 3 هست. 21. Critics believe that Jackson's complete lack of organization in presenting his ideas suggests that he is not a serious candidate. منتقدان باور دارند که این کمبودی که در سازماندهی یا ساماندهی ارائه دادن ایده های جکسون وجود داره، این رو میرسونه که او یک کاندیدای خیلی جدی نیست. خب organization به معنی نظم، انضباط، سازماندهی، ساماندهی حتی، خب اینها هست. پس میشه گزینه صحیح ما، یعنی ایده هاش اینا رو نداره. dissate میشه بی‌علاقگی، complication پیچیدگی، digression معنی گریز زدن به چیزی. خب بریم واسه 22. The minimum qualifications that should be required of individuals offering investment counsel services to the public have recently been announced. میگه که qualification یا صلاحیت های خیلی حد اقلی برای افرادی که میخوان بیان و در واقع خدمات مشاوره سرمایه گذاری بدن به دیگران، خب در واقع اعلام شده، announce شده اخیراً. خب qualification یک سری چیزهاییه که برای شغل نیازه، برای پیدا کردن شغل. خب اینم یه شغل دیگه. وقتی میخوایم یه سری سرویس ارائه بدیم، در واقع ما یه شغلی رو قراره که داشته باشیم، سری خدمات قرار ارائه بدیم، قرار شغل داشته باشیم و qualification اون چیزایی که لازمه براش، صلاحیت‌های شغلی مثل مدارک، مثل سابقه کار و اوکی. باقی اونا نمیتونن درست باشن. portions یعنی بخش ها، wages دستمزد ها، installments اقساط. پس خب qualification دیگه. خب گزینه 4 انتخاب کردیم واسه 22. 23 میگه slave owners work their slaves hard, demanded complete obedience from them and disciplined those who ignored their owners' orders.
بردهداران از برده‌هایشان بیش از حد کار میکردند و از اونها obedience یا اطاعت کامل میخواستند و اون دسته از افرادی که اوردرها یا دستوراتشون رو نادیده میگرفتن رو دیسیپلین میکردن، تربیتشون میکردن، اجرای تنبیهشون میکردن. اوکی؟ خب ازشون چی میخواستن؟ obedience، اطاعت. بردهدار از برده چی میخواد؟ obedience، اطاعت. exchange میشه تبادل، معاوضه. destiny، سرنوشت. و گزینه 4 dominance، سلطه متضاد obedience. شاید این یه گزینه گلزنک باشه که اینجا قرار داده شده، ولی ما نباید گلش رو بخوریم. اوکی؟ بریم واسه 24. The hardwood floors in our house are badly scratched in several places because my children pushed and pulled the heavy furniture as they were playing. هاردوود نوعی چوب سخت هستش که از یک سری درختایی میاد که در واقع برای درست کردن کف خانه ها استفاده میشه، خونه های چوبی. داره میگه که کف خونه ها که از هاردوود یا چوب سخت ساخته شده به طور خیلی بدی اسکرچ شده، یعنی روش خراش افتاده، خراشیده شده توی بسیاری از جاها. چرا که بچه های اون فرد اومدن یک سری مبلمان سنگین رو pushed and pulled، هل دادن و کشیدن، همونجور که بازی میکردن. خب scratch، خراش انداختن. pave به معنی سنگ فرش کردنه، اصلا نمیتونه درست باشه. constructed به معنی ساختن. evaporate به معنی تبخیر شدنه، پس اون هم نمیتونه درست باشه. ما گزینه 2 رو انتخاب کردیم واسه سوال 24. 25 میگه if the territorial integrity of this country is threatened, we will certainly use all the means at our disposal to protect it. اگر یک پارچگی سرزمینی، یک پارچگی قلمرویی کشور تهدید بشه، ما از تمامی ابزاری که در دست داریم استفاده میکنیم برای محافظت کردن ازش. territorial integrity، territory یعنی قلمرو، integrity یعنی یک پارچگی. اوکی؟ پس خب مسلما میشه جواب صحیح ما گزینه 1. dispute به معنی بحث و جدل و جنجال هست. commonplace به معنی یک چیز رایج هست. shelter به معنی پناهگاه هست. هیچ کدوم به اندازه گزینه 1 خوب نیستن، مناسب نیستن واسه این سال. خب 26. Don't let a trifling matter like apple sauce grow a millimeter larger than it has to. اجازه نده یه موضوع کوچیک، trifling matter، موضوع کم ارزش. trifling هم معنی trivial هست. trivial به معنی کم ارزش و کم اهمیت. trifling هم همون معنی میده. like apple sauce، apple sauce باز به معنی یک مسئله بی اهمیت هست. اجازه نده بیشتر از 1 میلیمتر بزرگتر از چیزی بشه توی ذهنت از چیزی که واقعا هست. اوکی؟ خب باقی رو معنی میکنیم detailed، پر جزئیات. disinterested کسی که علاقهش رو از دست داده نسبت به چیزی. unconcerned به معنی کسی که نگران چیزی نیست یا چیزی که نامرتبط با چیز دیگه، پس میشه نانگران و نامرتبط. حالا بسته به کانتکست داره که کدوم انتخاب بکنیم، ولی خب هیچ کدوم به خوبی trifling نیستن. 27 میگه though not many citizens would openly sympathize with their motives or methods, the courage of the rebels has won sneaking admiration at all levels in Britain. چرا از sneaking استفاده کردم؟ الان براتون توضیح میده. میگه که اگرچه که بسیار از شهروندان صراحتاً نمیان sympathize بکنن. sympathize کردن یعنی در واقع دلسوزی کردن، همزاد پنداری کردن. نمیان همزاد پنداری بکنن با در واقع موتیف های، انگیزه ها یا روش های اون شورشیان rebels. خب ولی اون شهامت، اون کارجی که ربل ها داشتن، شورشیان داشتن، اومده یک ستایش خیلی پنهانی رو به دست آورده توی تمامی اقشار بریتانیا. sneaking admiration این انتخاب کردم به خاطر اینکه sneaking میشه پنهانی و اون طرف جمله قبلتر ما openly داشتیم میشه صراحتاً، به آشکار، آشکارا، چون اینا متضاد هم دیگن. میگه مردم آشکارا نمیان همزاد پنداری بکنن باشون، خب ولی به صورت پنهانی اونا رو ستایش میکنن. sneaking admiration. خب بقیه رو معنی میکنیم. protruding یعنی بیرون زده، برجسته. sorted یعنی مرتب. invisible غیر قابل رؤیت. خب کدوم درسته؟ مسلما گزینه 4 واسه سال 27. 28
The age of the automobile and the truck have put this historic crossroads city between east and west into an almost permanent traffic jam. عصر اتومبیل ها و کامیون ها باعث شده که این شهری که یک چهارراهی بین شرق و غرب هست تبدیل بشه به جایی که یک در واقع توقف ترافیکی همیشگی داره. permanent traffic jam. permanent میشه همیشگی. باقی اگه بخوایم معنی بکنیم retrospective واپس نگری، چیزی که در واقع به گذشته بخواد برگرده، یک صفته. اوکی، گذشته نگرانه. خب نمیتونه درست باشه. submissive تسلیم شونده، تسلیم پذیر. permanent که میشه جواب ما همیشگی. و pedantic به معنی کسی که خیلی موشکافانه به همه چیز نگاه میکنه، بیش از حد موشکافانه است. خب 29 After they blundered into a new policy without thinking it through, the UN officials tried to rationalize it in vain. بعد از اینکه اونها اثر بیفکری اومدن و یه پالیسی، یه سیاست جدید رو وضع کردن بدون فکر کردن بهش، without thinking it through، UN یا همون سازمان ملل متحد آفیشال هاش، اون افراد مسئولش سعی کردن این کار رو منطقی جلوه بدن. but in vain. in vain یعنی موفق نشدن. چرا این انتخاب کردم؟ blunder into something یعنی با بیفکری یه اشتباهی رو مرتکب شدم. مثلا میگیم که I blundered into giving him all my money. من با بیفکری مرتکب این اشتباه شدم و همه پولمو بهش دادم. blunder into something. apprehended گزینه یک دو تا معنی داره. apprehend بعض وقتا به جای comprehend یعنی فهمیدن چیزی یا understand میاد، ولی بیشتر مواقع apprehend به معنی دستگیر کردن. مثلا میگیم the suspect was apprehended، مظنون دستگیر شد. burgeoned شکوفا شد. burgeoning شکوفایی نمیتونه درست باشه. exacerbated متضاد burgeon معنی بدتر شدن اوضاع، اینم نمیتونه درست باشه. خب مسلما گزینه 4 blundered با توجه توضیح دادم درسته. As Australian officials plan to cut Medicare by at least $250 billion as part of their proposal to balance the budget by the year 2024, social activists in healthcare registered alarm. همونطور که مسئولان استرالیایی برنامه‌ریزی کردن واسه کات کردن یا در واقع برش دادن بودجه مدیکر تا حداقل 250 میلیارد دلار به عنوان بخشی از پیشنهادشون واسه متعادل کردن بودجه سال 2024، یک سری از کنشگران اجتماعی در زمینه هلثکیر، در زمینه سلامت، registered alarm اومدن این الارم خودشون، اون هشدارهای خودشون رو نشون دادن. registered alarm. register همیشه معنی ثبت کردن نیست، به معنی indicate هم هست، نشان دادن هم هست، show هم هست. اوکی. خب باقیشون که مسلماً معنی نمیده. documented به معنی مستند کردن چیزی. validated به معنی اعتبار بخشیدن به چیزی. خب inscribe به معنی حکاکی کردن. خب جواب صحیحمون میشه registered alarm. سوال 31 میگه Her stubborn streak may be one reason for her entrance into the New York City Marathon. Not everyone believes it's wise to her to run so soon after that terrible accident. A stubborn streak به معنی حرکت رو به جلو هستش که خیلی به صورت لجبازانه انجام میشه. یعنی کسی وقتی میخواد حرکت رو به جلو داشته باشه و همینجور پیش به سوی هدفش بره، سعی میکنه خیلی لجبازانه این کار رو انجام بده و هیچ چیزی نمیتونه جلو راهش رو بگیره. به این میگیم stubborn streak. وقتی مثلا میایم یه تست میزنیم پشت سر هم سوالا رو جواب میدیم، میگیم wow you're on a streak، یعنی داری همینجوری توی یه خط صاف پیش میری، جلو میری. خب پس این همچین معنی رو میده. داره میگه که روند لجبازانه رو به جلوی او یکی از دلایلی بود که تونست وارد ماراتون نیویورک سیتی بشه. هر کسی باور نداره که این براش یه کار هوشمندانه و عاقلانه بوده که بخواد شروع کنه به دویدن، اونم به این زودی بعد از اون تصادف مهلکی که داشته.
پس میشه گزینه 2. خب باقی رو هم اگه بخوایم معنی بکنیم، strike میشه ضربه زدن یا حمله کردن، stripe میشه راه، staple میشه اصلی و یه صفته. مثلا میگیم که the staple food in Iran is bread and rice. غذاهای اصلی تو ایران نون هستن و رایس، برنج. In many cases, the statute does not say precisely what agencies should do, giving them considerable latitude in interpreting the law and developing regulations. در بسیاری از موارد اون قانون دقیقا نمیاد بگه که آژانس ها چه کاری باید انجام بدن. بهشون یه وسعت، یک آزادی قابل توجه میده در تفسیر قانون و گسترش مقرراتشون. considerable latitude همونجور که بهتون گفتم معنی وسعت، اینجا منظورمون آزادی عمله، آزادی عمل بهشون میده. شما تصور کنید یه زمین باز داشته باشید، خب یعنی آزاد هستید که هر کاری میخواید بکنید. پس از این دید به این کلمه نگاه بکنید. remuneration میشه پاداش. خب blandishment، در واقع blandishment اینجا به معنی چاپلوسی کردن هست. خب مسلما این هم نمیتونه گزینه صحیح ما باشه، برای ما میایم همون latitude رو انتخاب میکنیم. خب political analysts said that it reflected the inchoate nature of this rebellion. That is, it was not a well-formed coup, but a protest without a plan or internal organization. میگه که تحلیلگران سیاسی گفتند که این نو آغاز بودن و تازه کار بودن ماهیت این شورش رو میرسونه و به این معنیه که این کودتا، کو میشه کودتا، در واقع اون پیش خونده نمیشه. اون کو یه چیز well formed یا خوش ساخته ای نبوده، بلکه فقط یه پروتست بوده، یک اعتراض بوده بدون هیچ پلنی و بدون سازماندهی داخلی. خب پس اینجا میفهمیم که باید همون اینکویت رو انتخاب بکنیم، یعنی تازه کار، نوپا، نو آغاز. facetious گزینه اول میشه شوخ طبع، طنزآمیز. peremptory میشه در واقع قاطعانه، وقتی ما مثلا میایم قاطعانه کاری رو انجام میدیم از این کلمه استفاده میکنیم. خب در واقع کلمه دیگه که داریم panegyric هست. panegyric میشه ستایش آمیز. خب هیچ کدوم از اینا به خوبی همون دو نیستن واسه این سوال. و اما 34. If you stay up late at night, you may fall into a loop of rumination or repetitive intrusive thoughts with no satisfactory outcome. دوستان داره توضیحش میده دیگه. بعد از اون M- خب بعد از اون خط ربط که اینجا هست، M- که اینجا هست، خط تیری که اینجا هست، میگه repetitive intrusive thoughts، یعنی یه سری افکاری که مزاحمن و تکراریان میان توی ذهن ما with no satisfactory outcome، بدون هیچ نتیجه خوشایندی. خب این میشه چی؟ میشه rumination، میشه نشخوار فکری. اگه شب زود نخوابی وارد یه لوپ نشخوار فکری میشی دیگه. خب حالا باقیش رو میایم در واقع معنی میکنیم. circumlocution، همون هر چیزی که circum داشته باشه به معنی یه چیز در واقع دایره وار هست. خب چون معنی دور زدن از جواب دادن، تفره رفتن، حاشیه رفتن اصطلاحاً. اینسامنیا، بیخوابی، خیلی ممکنه اینسامنیا رو انتخاب بکنن بخاطر اینکه stay up late توش هست، ولی خب اشتباهه. rumination گفتم بهتون. debacle میشه یه شکست فاجعه بار. خب مثلا میگیم که after the debacle they didn't want to even go home. بعد از اون شکست فاجعه بار اونها حتی نمیخواستن برن خونه. اوکی. و اما آخرین سوال 35. His account of the siege of Jericho is completely vitiated by his apparent ignorance of the British excavations of a decade ago, which proved that the so-called walls of Jericho are actually 1,000 years older than the time of Joshua. دوستان باید چند تا کلمه اول براتون معنی کنم. سیج به معنی محاصره کردنه. خب
خب جریکو هم اسم یه مکانی هستش. خب میگه محاصره جریکو در واقع اکاونت میشه گزارش، اینجا معنی گزارش می رپورت، گزارش او از محاصره جریکو کاملا تباه میشه، کاملا زیر سوال میره، ویتییتد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر نادانی یا ایگنورنسی که اون شخص داشته از یک سری اکسکیویشن ها. اکسکیویشن به معنی حفاری هست، حفاری هایی که دولت بریتانیا دهه پیش انجام داده و باعث شده که به این نتیجه برسن که والز آف جریکو یا دیوارهای جریکو 1000 سال قدیمی ترن از زمان جاشوا. خب پس این اومده گفته که آره مثلا تو زمان جاشوا این کار انجام شده و نمیدونسته که دولت بریتانیا اثبات کرده که نه اون 1000 سال قبلش شد، پس اون نادان بوده. حالا گزارشش به خاطر نادانی خودش چی شده؟ تباه شده، خراب شده، از بین رفته، ویتییتد شده. اوکی؟ پس این شد در واقع چیزی که ما نیاز داریم. گزینه 4 برای 35. حالا معنی باقیشون هم بهتون میگم. corroborated به معنی تقویت شدن. خب stratified به معنی لایه‌ای هست. خب و اما exculpate کردن به معنی تبرئه کردنه. خب هیچ کدوم از اون نمیتونن معنی ویدیو داشته باشه. و اما بخش sentence structure. خب سوال 36 گزینه 1 میگه the country which the two champions will meet and fighting for the gold medal is located in South Africa. این دو تا ایراد داره. معنیش میشه که کشوری که و اما قسمت sentence structure. سوال 36 the country which the two champions will meet and fighting for the gold medal is located in South Africa. این اشتباهه به دو دلیل. یکی این که از which استفاده کرده و بعد where میومد، کشوری که در آن، نه کشوری که. کشوری که در آن قراره که دو تا چمپیون، دو تا قهرمان همدیگر رو ملاقات کنند و بجنگن واسه مدال طلا در آفریقای جنوبی واقع شده است. خب پس به خاطر which اشتباهه و به خاطر رعایت نکردن ساختار موازی. ساختار موازی یا parallel structure چی میگه؟ میگه قبل و بعد از and, but, or, then و یک سری دیگه از این حرفای ربط دهنده ما باید حتما در واقع ساختار یکسانی رو حفظ بکنیم. یعنی اگه اینور میته و آینجه نداره اونورم باید بشه فایت و آینجه نداشته باشه. پس این رعایت نشده و اشتباهه. The country which the two champions will meet to fight for the gold medal located. این باز همچنان which رو داره که اشتباهش میکنه. اشتباه بعدیش اینجاست که باید بگه is located، یعنی مجهولش کنه، واقع شده is located. خب و is رو نداره، پس این هم همچنان اشتباهه. The country where the two champions will meet to fight for the gold medal is located in South Africa. هیچ ایرادی از این نمیتونم بگیرم. کاملا درسته 3. و اما 4 The country where the two champions will meet and fighting for. پس دقت کنید اینجا هم باز ساختار موازی رعایت نشده، اگرچه که where رو آورده، یعنی یکی از اشتباهاتش رو حذف کرده، ولی همچنان این اشتباه عدم رعایت ساختار موازی درش وجود داره. بریم بعدی 37. Being independent is not as same as cutting off all ties with family and friends and abandoning those whom love you. خب این اشتباه کاملا. معنیش میشه این که مستقل بودن به این معنا نیست که ما باید تمامی روابط رو قطع کنیم با خانواده و دوستانمون و اون افرادی که دوستمون دارن رو ترک کنیم. خب این معنیشه. حالا اشتباهش کجاست؟ as same as. ما چیزی به نام as same as نداریم. ما میگیم the same as. خب یکسان نیست با is not the same as. خب پس as same as اشتباه اولشه. اشتباه بعدیش چیه؟ those who love you، آنانی که شما رو دوست دارن. خب چرا باید who بشه به جای whom؟ به خاطر اینکه whom یک ضمیر موصولی مفعولیه، یعنی نیاز داره به یک مفعول و اینجا those who love you یک چیز فاعلی هستش، برای نمیتونه گزینه صحیح ما این باشه. بعدی being independent is not the same as cutting off all ties with family and friends and abandoning those who love you. خب اینجا میتونه کاملا صحیح باشه به خاطر اینکه به جای as same as که قبلا گفتیم اشتباهه آورده not the same as و میدونیم که این یه چیز درسته. و همچنین مسئله بعدی که اینجا هست اینه که
abandoning و cutting off all ties هر دوتاشون یک ساختار ing رو در واقع دارن که بهش میگیم ساختار موازی و اینجا به خاطر وجود and این ساختار حفظ شده و هیچ مشکلی توش نمیشه دید. پس من 2 رو انتخاب میکنم ولی همچنان میریم 3 و 4 رو هم میخونیم. To be independent is not as same as دوباره as same آورد پس این کلا رده. Okay. To be independent is not the same as cutting off all ties with family and friends, abandoning those who love you. اینجا یک کاما اضافه شده. خب این کاما نباید اینجا می بود، باید میشد مثل گزینه 2 and abandoning. وقتی ما یک کاما میذاریم و بعدش ing میذاریم این یعنی داریم وجه وصفی رو توی جملهمون رعایت میکنیم. وجه وصفی توی این حالتش اینجوریه که جمله‌ای که ing داره، جمله‌ای که ing داره و بعد از کاما میاد داره نتیجه کار قبلی رو میگه. مثلا میگیم که the storm hit the city killing thousands of people. پس killing thousands of people میشه نتیجه the storm hit the city. ولی اینجا abandoning نمیتونه نتیجه باشه، نتیجه کار ما باشه. پس جمله وصفی کاملا اشتباهه. بعدی 38. They have rarely gone into debt for buying their holdings, which means that they do not have to sell land or buildings at low prices and ensuring cash flow. خب میگه که اونها چندان زیر قرض نرفتن واسه خرید در واقع هولدینگ هاشون، که به این معنیه که اونا مجبور نیستن زمین بفروشن یا ساختمانی بفروشن با قیمت کم و در واقع گردش مالی خودشون رو حفظ بکنن. خب این چند تا ایراد داره. این که گفتم بهتون ساختار موازی باید رعایت بشه، قبل و بعد از and باید یکسان باشه. sell land فعلمون به صورت sell یعنی بدون ing اومده and ensure cash flow باید اینجا هم بدون ing می اومد ولی با ing اومده و اشتباهه. They rarely have gone into debt to buy their holdings. That means دقت داشته باشید اینجا بعد از کاما از that استفاده شده. ما وقتی که بحث ضمیرهای موصولی میاد وسط میدونیم که بعد از کاما باید از which استفاده بکنیم یا از مثلا where استفاده کنیم یا whom استفاده بکنیم و به هیچ وجه نمیتونیم از that استفاده بکنیم. اوکی؟ that بعد از کاما به عنوان ضمیر موصولی نمیاد. Rarely they have gone. خب ما چیزی تحت عنوان rarely they have gone نداریم. چرا؟ چون که rarely یک قید منفیه. وقتی از rarely استفاده میکنیم جملهمون باید وارونه بشه. قیدهای منفی، کلمات منفی به طور کلی وقتی ابتدای جمله میان جمله رو دچار inversion یا وارونگی میکنن. بعد بگیم rarely have they gone که معادل گزینه 4 هست. Rarely have they gone into debt to buy their holdings, which means that they do not have to sell land or buildings at low prices to ensure cash flow. کاملا صحیحه و هیچ ایرادی نمیشه از گزینه 4 گرفت. 39. Given that temperatures in the area of the fire expected to reach anywhere from the upper 80s to just shy of 100, and depending on the smoke cover, said Scott Rowe, a meteorologist with the National Weather Service. میخواد بگه با توجه به اینکه دما داره بالا میره، دما توی اون ناحیه‌ای که آتش گرفته در واقع قراره که بالا بره و احتمالش این هستش که برسه به بالای 80 درجه یا کمی کمتر از 100 درجه که همه اینا بسته به اون میزان دودی هست که اونجا وجود داره. همه اینا رو اون آقای اسکات رو گفته که یک هواشناس هستش که با National Weather Service کار میکنه. خب چند تا ایرادی که از این جمله میتونیم بگیریم چیه؟ در واقع اینجا the area of fire is expected to reach. The temperature in the area of fire is expected. دما در واقع انتظار می رود که برسه، انتظار می رود که به فلان چیز برسه، یعنی جمله باید مجهولی باشه is expected to reach. ولی وقتی که ما فعل to be رو اینجا قبل از expected نداریم جمله اون مجهولی نشده و این اشتباهه. That temperatures in the area of the fire were expected to reach anywhere from the upper 80s just short of 100 and depended on the smoke cover. خب وقتی میخوایم بگیم که همه اینا بستگی داره به در واقع smoke cover باید بگیم depending on the smoke cover. اینجا در واقع حتی تو گزینه اول اندشو نمیخواست و حتی کاما هم نمیخواست. اوکی؟ اینجا از حالت reduction استفاده شده.
خب در واقع which depends بوده که whichش هست شده و ing گرفته شده depending. خب پس این حتی کاما هم باید حذف میشد و اند هم باید حذف میشد تو گزینه 1. خب اینجا هم باز ما به جای اینکه بگیم depending اومدیم کاما گذاشتیم اند هم گذاشتیم و این depending رو کردیم depended. پس این همچنان اشتباهه و نمیتونه درست باشه. خب temperatures in the area of the fire expected to reach. دوباره اینجا فعل to be شو نذاشته are expected. temperatures are expected to reach. اینجا هم آره چون s داشت temperatures باید بشد are expected. خب پس این هم اشتباهه. temperatures in the area of the fire were expected. خب این گذشتهش آورده که میتونه درست باشه. are با were فرق نمیکنه فقط مثلا زمانشه. to reach anywhere from the upper 80s to just shy of 100 depending. دقت داشته باشید که بهتون گفتم باید با ing بیاریم این depending رو on the smoke cover. خب پس میتونیم بگیم که گزینه 4 واسه این کاملا درسته. و اما آخرین سوال بخش sentence structure. Jane's frantic and weird behavior ought to not take you by surprise, particularly because she has recently lost her other significance on account of a horrible accident, leaving its mark on her personal and professional life. میگه رفتار عجیب و غریب جین نباید شما رو سورپرایز بکنه، علل خصوص به خاطر اینکه او اخیراً نیمه گم شده‌اش از دست داده طی یک حادثه وحشتناک و این تأثیر خودش رو گذاشته روی زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصی اون فرد. خب این چند تا اشتباه داره. اول اینکه نیمه گم شده میشه significant other که به طور خلاصه میگن SO. ما اینجا other significant داریم که اصلا کاملا اشتباهه. خب این یکی از چیزاشه اشتباهاتشه. بعدش میگه ought to not take. ما وقتی که از not استفاده میکنیم باید بگیم ought not to take. خب ought not to. پس اینم یکی دیگه از اونها. شماره 2 Jay's ranting and weird behavior ought not have taken you by surprise, particularly she has lost recently. اینجا باید میگفته که particularly because به خاطر اینکه علل خصوص به خاطر اینکه اینجا because نداره she has lost recently هم باید بشه she has recently lost. پس این دوتا اشتباهشه. میریم سراغ سومی. Jane's frantic and weird behavior ought not to have taken you by surprise, particularly as she has recently lost her significant other as a result of a horrible accident that has left its mark on her personal and professional life. هیچ گونه ایرادی از گزینه 3 نمیشه گرفت، ولی خب باز براتون 4 رو هم تحلیل میکنم. Jane's frantic and weird behavior ought not take you by surprise, particularly since she has lost recently. اینجا هم بعد بشه she has recently lost. این یه اشتباه. Her significant other on account of a horrible accident that has left its mark on her personal and professional life. خب تنها ایرادی که از این میتونیم بگیریم همینه که به جای she has recently lost اومده she has lost recently. عموما اینجور قیدها توی در واقع present perfect میان بین have و has و فعل اصلی. has recently lost نمیتونن بعد. توی قسمت language functions سوال 41 میگه Hey Joe, do you know who spilled the beans about Vicky's surprise retirement party? خب میگه Hey Joe, میدونی چه کسی لو داد پارتی بازنشستگی ویکی رو که خب سوال 41 توی قسمت language functions میگه Hey Joe, do you know who spilled the beans about Vicky's خب سوال 41 در بخش language functions میگه Hey Joe, do you know who spilled the beans about Vicky's surprise retirement party? Hey Joe, ببین چه کسی لو داد خبر پارتی سورپرایزی که قرار بود واسه بازنشستگی ویکی گرفته بشه رو لو دادن. Spill the beans یعنی چیزی در واقع قرار نبوده فاش بشه ولی یه نفر اومده فاش کرده. Spill the beans. خب rang a bell به معنی اینه که وقتی چیزی یهویی به یادمون میاد، مثلا وقتی اسم کسی یادمون نمیاد میگیم his name does not ring a bell، یعنی اسمش باعث نمیشه که اصلا چیزی تو خاطرم بیاد، من اسمش اصلا به یاد ندارم. pour the water ریختن آب فکر نمی کنم این یه EDM باشه، معنی خاصی نمیده، اگر میده من نمیدونم. clean the clock ولی معنی میده. clean the clock به معنی اینه که کسی رو ضرب و شتم کردن، حساب کسی رو رسیدن. مثلا میگیم که if he doesn't come clean about what he has done, I will clean his clock.
اگه او راستش رو نگه در مورد کاری که انجام داده، من حسابش رو میرسم. I will clean his clock. کسی رو ضرب و شتم کردن میشه. خب مسلما گزینه صحیح ما اینجا 3 هست. Spill the beans about Vicky's surprise party. خب بعد میگه well I'm not sure but if I had to guess I think it would be Harry. من نمیدونم ولی اگه میخواستم حدس بزنم میگفتم هری این کار کرده. So do I. The guy is so talkative. منم همینطور. اون یارو خیلی صحبت میکنه، خیلی حرافه، talkative. Butter wouldn't melt in his mouth. تو فارسی میگیم نخود توی دهنش خیس نمیخوره. خب اینجا میگیم butter wouldn't melt، یعنی کره توی دهنش آب نمیشه، اینقدر سریع میاد حرف میزنه، اینقدر سریع همه چیز رو لو میده. خب باقیشون معنا ندارن اینجا. B میگه I think we must talk to him. After all, it's not his first time and someone has to address the elephant in the room. فکر کنم باید باش حرف بزنیم. هرچی هم باشه اولین بارش نیست که این کار رو میکنه. یه نفر باید رسیدگی بکنه به این elephant in the room. elephant in the room یعنی چی؟ یه اصطلاحه، یعنی چیزی که کسی در موردش حرف نمیزنه. مسئله بزرگی کسی در موردش حرف نمیزنه. خب مثلا میگیم که فرض کنید توی شرکتی کار میکنید، یکی از همکاراتون اخراج شده. خب ولی هیچ کس وقتی میاد سر کار اول صبح هیچ کس حرفی نمیزنه. خب آخر سر یه نفر میاد میگه که okay let's talk about the elephant in the room. بیاید در مورد این مسئله بزرگ صحبت کنیم که هیچ کس دلش نمیخواد دربارش حرف بزنه. اوکی؟ elephant in the room. خب person, bull, problem هیچ کدوم معنی نمیدن. بعدی A. I'm so glad that Dave and Mike have decided to forget about their past and bury the hatchet. خیلی خوشحالم که دیو و مایک تصمیم گرفتن که در مورد گذشتهشون در واقع دیگه فکر نکنن و اون کینه‌ای که داشتن رو کنار بذارن. bury the hatchet، اون در واقع اون عکس یا hatcheتی که داشتن رو دفنش بکنن. خب اینجا همچین معنی رو میده. Same here. They were such good friends before the meaningless argument. اونا قبل از این جر و بحث بی معنی خیلی دوستای خوب بودن. That's right. I remember that they used to be thick as thieves in the old days. Thick as thieves. دوست جونجوری بودن با هم دیگه. خب تو سوال 44 باقیشون هم براتون معنی میکنم. Throw down the gauntlet. Gauntlet به معنی دستکش فلزی هست. این دستکش فلزی که قبلا واسه مبارزه میپوشیدن. Throw down the gauntlet یعنی کسی رو مبارزه طلبیدن. bury the hatchet که گفتم میشه در واقع همون چی بود گفتم بهتون که بخوایم کینه رو کنار بذاریم. line their pockets میشه پولی رو از محل نادرستی به دست آوردن. make ends meet یعنی کاری کنیم که دخل و خرجمون با هم جور در بیاد. پس واسه 44 گزینه صحیحمون 2 هست، واسه 45 هم 1 هست. thick as thieves دوست جونجونی. قسمت close test میگه the relationship between media violence exposure and aggressive behavior has been the subject of social, political and scientific attention for decades. رابطه بین در معرض قرارگیری خشونت رسانه‌ای و همینطور رفتارهای خشن موضوع بحث یا کانون توجه اجتماعی، سیاسی و همینطور علمی بوده واسه دهه‌ها. Experimental studies of exposure to violent television and video games have shown short-term increases in aggressive behavior in children, adolescents and adults. خب مطالعات تجربی در رابطه با در معرض قرارگیری خشونت تلویزیونی و همینطور ویدیو گیم ها نشان داده اند بالا رفتن یا افزایش کوتاه مدت رفتارهای خشن رو هم در کودکان، هم نوجوانان و هم بزرگسالان. خب چرا من 7 شون رو انتخاب کردم واسه سوال 46؟ به خاطر اینکه داره میگه experimental studies و جمعه. تنها در واقع چیزی که میتونه جمع بودنش رو نشون بده 7 شونه. اینجا هست شون رو داریم خب که نمیتونه درست باشه به خاطر اینکه مفرده هست. خود شون هم فعل کمکی have رو نداره. shows هم اگه بخوایم حال ساده استفاده بکنیم باز جمعی نیستش و فعل مفردشون اس سوم شخص داره. خب بریم واسه بعدی. میگه also correlational studies suggest a long-term association between media violence exposure and aggressive behavior in the natural environment. همچنین مطالعات کارلیشنال همبستگی اینو میرسونن که یک در واقع association، یک ارتباط بلند مدت
وجود داره بین میدیا وایلنس اکسپوژر در معرض قرارگیری خشونت رسانه‌ای و همینطور رفتارهای خشن در محیط‌های طبیعی natural environment. خب اینجا association انتخاب کردم به خاطر اینکه بهترین معنی رو میداد ارتباط. determination میشه مصمم بودن، negligence میشه در واقع پشت گوش انداختن و نادیده گرفتن، confidence هم که میشه اعتماد به نفس. پس دیدید همون چیزی که انتخاب شد بهترینش بود. association گزینه 1 واسه سال 47. خب میگه که the importance of studying the relationship between media violence exposure and aggressive behavior has increased with the evolution of more complex and realistic media formats such as from television to video games. خب میگه که اهمیت مطالعه رابطه بین خشونت رسانه‌ای و همینطور رفتارهای خشن بالا رفته به خاطر اینکه خب از طرفی فرمت های میدیا یا رسانه‌ای هم ریالیستیک تر شدن، واقع‌گرانه تر شدن و همینطور کامپلکس تر، پیچیده تر شدن از تلویزیون گرفته تا ویدیو گیم ها which has raised concerns about the خب ببینیم چی داره applicability of early studies of television-based media violence exposure to modern-day television special effects and realistic interactive video games. خب داره میگه که وقتی که الان همه چیز ریالیستیک تر شده، واقعی تر شده، همه چیز اینتراکتیو تعاملی تر شده و همینطور تو تلویزیون ما اسپشیال افکتس و جلوه های ویژه بیشتری داریم. خب امروزه در مقایسه با گذشته آیا میتونیم اون تحقیقاتی که قبلا انجام شده بود و اپلای کنیم واسه اینا، واسه این چیزهای جدید؟ هنوز آیا اپلیکیبل هست؟ هنوز کاربردی هست واسهش؟ پس اپلیکیبلیتی میشه کاربردی بودن. خب آیا هنوز کاربردی داره اون چیزای تحقیقات قدیمی روی تلویزیون‌های الان و بازی‌های الان؟ خب نداره دیگه. applicability این گزینه انتخاب کردیم. felicity اگه بخوایم انتخابش کنیم اشتباه به معنی خوشبختی اصلا نمیتونیم داشته باشیمش. publicity که تو گزینه 2 هست به معنی تبلیغات و sincerity هم که میشه صمیمیت. پس هیچ کدوم اینا نمیتونن باشن به جز همون applicability یا گزینه 4. خب بعد میگه که بریم واسه کدوم اینجا home based video games for example have increased نقطه چین in sophistication. برای مثال home based video games یا ویدیو گیم های خونگی خب have increased dramatically in sophistication از نظر پیچیدگیشون به طور چشمگیری بالاتر رفتن، افزایش پیدا کردن. realism and prevalence. خب پس اون واقع‌گرانیشون همه چیشون به طور چشمگیری بالاتر رفته. گزینه دیگه نمیتونن درست باشن. ببینید جا دراماتیکلی رو داریم خب که میشه به طور چشمگیری، هاردلی میشه به ندرت اصلا نمیتونه درست باشه، لیگالی به طور قانونی و دنسلی هم به طور متراکم. هیچ کدوم نمیتونن به خوبی همون دراماتیکلی باشن. خب بریم ببینیم بعدی چی میگه. This growth and change in media formats نقطه چین more modern research on the impact of media violence exposure have typically shown نقطه چین. خب میگه که نه من یه خط پریدم. میگه this growth and change in media formats این رشد و تغییرات در فرمت های رسانه‌ای has led to calls for خب یعنی منجر شده به درخواست هایی برای more modern research، منجر شده به درخواست هایی واسه تحقیقات جدیدتر on the impact of media violence exposure روی تاثیرات در معرض قرارگیری خشونت رسانه‌ای in general and in video game violence in particular به طور عمومی و به طور اختصاصی در خشونت های بازی های ویدیویی. خب studies of video game violence exposure have typically shown a نقطه چین with aggression in samples of children and adolescents. خب میگه که مطالعات در معرض قرارگیری خشونت بازی ویدیویی به طور عمومی نشان داده اند چه چیزی رو؟ خب اینجا باید انتخاب بکنیم. relationship significantly positive نمیتونه این باشه، باید ما اون قید و صفت رو بیاریم قبل از relationship اسمه، درسته؟ خب positively relationship
significant. میتونست بگه positively significant relationship. اول قید، بعدش صفت، بعدش هم اسم، این شکلی میاد. و توی گزینه 3 که میگه significant positive relationship، بذار من این گزینه بهتریه. significant و positive هر دوشون صفت هستن و opinion رو نشون میدن، نظرمون نشون میدن. بعدش هم که relationship رو داریم. خب میخوره بهش. significant relationship positively، این هم اشتباهه به خاطر اینکه ترتیبش به هم ریخته است. همونش که بهتون گفتم داره میگه که یه رابطه معنادار مثبتی رو نشون میدن بین aggression، خب with aggression in samples of children، بین با خشونت در نمونه هایی که از بچه ها و در واقع adolescents یا همون نوجوان ها برش. خب میگه there are good reasons such as the participant nature of video game playing as compared to the more passive nature of viewing television to hypothesize that video game violence exposure may be more strongly related to aggressive behavior than television violence exposure. میگه در واقع دلایل خوبی وجود داره برای اینکه ما بخوایم اثبات بکنیم این رو که خشونت در معرض قرار گرفتن خشونت ویدیو گیم میتونه خیلی قوی تر باشه و خیلی بیشتر مرتبط باشه با رفتارهای خشن در مقایسه با در معرض قرار گرفتن خشونت تلویزیونی. و این به خاطر اینه که ماهیت ویدیو گیم پلیینگ اینه که پارتیسیپنت، یعنی ما تو شرکت کننده ایم، حضور داریم، خودمون داریم بازی میکنیم، نقش اولیم، در مقایسه با تلویزیون که خورده پسیو هستش، منفعلانه تر هستش. خب پس ما باید بگیم hypothesize، معنی میکنیم exasperate میشه کسی رو ناراحت کردن، اذیت کردن، عصبانی کردن. incarcerate میشه کسی رو زندانی کردن، اصلا نمیتونه درست باشه. evade هم میشه تفره رفتن. پس همون hypothesize واسهش بهتره. خب میریم واسه بعدی. میگه که از اینجا باید شروع کنیم. One early experimental study found no difference between the impact of video games versus televised violence on short-term aggressive behavior in children. یکی از تحقیقات اولیه تجربی هیچ گونه تفاوتی بین تاثیر ویدیو گیم و خشونت تلویزیونی روی رفتارهای خشن کوتاه مدت بچه ها پیدا نکرد. Both types of media violence، خب نقطه چین short-term aggressive behavior to related where به هم ریخته است، where to related به هم ریخته است، where to relate به هم ریخته است، were related to، خب مرتبط بودند با در واقع short term aggressive behavior، رفتارهای خشونت آمیز کوتاه مدت. However, there has been a considerable increase in the realism and notation of violence in video games since that study was conducted. اما از اون موقعی که این تحقیق انجام شد تا الان افزایش زیادی داشتیم توی ریالیزم یا همون واقع گرایی و چه چیزی؟ magnitude, serenity, mutilation, sorority of video games. خب چه افزایش داشتیم؟ یکیش تو واقع گرایی بودنش هست، یکی هم تو magnitude میشه بزرگی، scale، مقیاسشون. magnitude of violence، مقیاس violence، بزرگیش، ریشترش بیشتر شده الان، درسته؟ serenity میشه آرامش، معنی نمیده. mutilation میشه مسله کردن یا قطع عضو ناقص کردن کسی که اصلا نمیشه. sorority هم میشه انجمن بانوان که خیلی اصلا نامرتبطه. خب خط آخر surprisingly however there has been نقطه چین study comparing television and video game exposure و به طور شگفت انگیزی اما تحقیقات خیلی اندکی اخیراً وجود داشته در مورد مقایسه بین در معرض قرار گرفتن بازی‌های ویدیویی و همینطور تلویزیون. خب خیلی اندک و چیزی که اخیراً صورت قرار گرفته باشه ببینید کدومش بهتره. very recent little، نه very little recent study، این بهتره. very little که داره کم بودنش رو میرسونه، مثل few و little. اوکی very few very little، اینجا چون غیر قابل شمارشه خب باید بگیم very little دیگه، خیلی کم بوده. recent هم بعدش میاد، اخیراً. خب پس میشه جوابه. خب دوستان در پاراگراف 1
ببینیم سوال اول 56 چی از ما میخواد. میگه the underlined word he in paragraph 1 refers to. کلمه underline شده he در پاراگراف 1 به چه کسی اشاره میکنه؟ ما باید قبلش رو بخونیم ببینیم که اون کی بوده. Roald Amundsen was a key figure in polar exploration. پس او یک شخص مهمی بوده در اکتشاف قطبی. Born to a family of ship owners and inspired by Nansen and Sir John Franklin, he grew up immersed in the sea trade. خب این فرد رولد امانسن در یک خانواده به دنیا آمده بوده که شیپ اونر بودن، مالک کشتی بودن و توسط نانسن اینسپایر شده بوده و همینطور سر جان فرانکلین و وقتی که بزرگ شده خودش رو غرق کرده در سی ترید، در واقع بازرگانی دریایی. خب چه کسی این کار کرده؟ همون امانسن دیگه. پس جواب میشه گزینه 3 امانسن. بقیه‌شون فقط گول زنکن. میگه توسط اون افراد اینسپایر شده بود ولی خود این شخص بوده که به این کار دست یافته و این کار رو شروع کرده به انجام دادن. خب بعدی The underlined word traverse in paragraph 1 is closest in meaning to. خب این دیگه دانش کلمه ما رو میخواد بسنجه. میگه traverse به چه معنیه؟ مشخصا traverse به معنی گذر کردنه، گذشتن از یک جایی. خب میشه cross دیگه. حالا میخونیمش مطمئن بشیم. Amundsen led the first expedition to successfully traverse the Northwest Passage. پس او رهبری کرده اولین سفر اکتشافی رو به در واقع Northwest Passage و از اونجا گذر کرده. Successfully traversed the Northwest Passage. خب همین میشه دیگه. میگه according to paragraph 2 which of the following show the correct chronological order of events. بحث پاراگراف 2 کدومشون داره به صورت ترتیب زمانی مناسبی این رویدادها رو نشون میده. خب با بعد پاراگراف 2 رو بخونیم چی میگه. میگه in the 1920s Amundsen had his mind set on an aerial North Pole expedition. پس توی دهه 1920 فکرش توی این بوده که بیاد یه سفر هوایی داشته باشه به نورث پول یا همون قطب شمال. The first attempt in 1923 failed. اولین تلاش شکست میخوره. When trying to fly from Alaska to Spitsbergen, the aircraft was damaged and Amundsen and his companions Oscar Amdahl of the Royal Norwegian Navy abandoned the journey. وقتی میخواسته در واقع از آلاسکا بره به اسپیتسبرگن هواپیماش آسیب دیده و امانسن و همینطور همراهش اسکار آمدال of the Royal Norwegian Navy abandoned the journey. اون سفرشون رو رها کردن، ولش کردن دیگه. بعد دوباره in 1925 Amundsen and American Lincoln Ellsworth tried to reach the North Pole by air. سال 1925 با این شخص لینکن فلان تلاش کرده دوباره از طریق هوا بره به نورث پول یا همون قطب شمال. When the aircraft was damaged, the crew worked for more than 3 weeks to clean up an airstrip to take off from ice. میگه وقتی که هواپیما آسیب دید اون کرو برای 3 هفته کار کرد تا اون airstrip رو پاک بکنه. airstrip میشه باند پرواز و اونجا رو یخ گرفته بود. ice اونجا بوده. They shoveled 600 tons of ice while consuming only 1 pound of daily food rations. اونا 600 تن یخ رو بیل زدن، شاول کردن و این در حالی بود که فقط روزی 1 پوند در واقع وعده غذایی میخوردن، یعنی نیم کیلو تقریبا 400 خورده گرم. They returned triumphant when everyone thought they had been lost forever. اونا با پیروزی برگشتن وقتی همه فکر میکردن که اونا گم شده بود. In 1926 Amundsen and 15 other men led by aeronautical engineer Umberto Noble made the first crossing of the Arctic in the airship Norge. خب در سال 1926 امانسن و 15 مرد دیگه که رهبری میشدن توسط یک مهندس هوافضا آمبرتو نوبل در واقع made the first crossing اولین گذرشون رو انجام دادن از آرکتیک یا همون در واقع بخش شمالی in the airship Norge. خب
حالا ببینیم کدوم یکی از اینها بر اساس کرونولوژیکال یا ترتیب زمانی درسته. اول میگه the crew shoveling 600 tons of ice in order to take off after Amundsen and Amdahl trying to fly to Spitsberg for the first time. فکر میکنم همین اولی درست باشه. میگه اول اونا after داره، دقت کنید، میگه بعد از اینکه امانسن و آمدال سعی کردن که پرواز کنن به اسپیتسبرگ برای اولین بار، اون کروشون خدمه مجبور شده 600 تن یخ رو در واقع چیز کنه، شاول کنه. خب این به نظر من درسته. اینجا داره میگه امانسن، خب داره سعی میکنه اینجا بره به اسپیتسبرگ و با آمدال هم میخواسته بره، ولی خب هواپیماش چرا مشکل میشه. بعدن مجبور میشن که 600 تن برف رو از در واقع ایرستریپ بردارن تا بتونن پرواز بکنن. خب چند سال بعد. خب به نظر من این کاملا درسته، ترتیبش کاملا درسته و همین میشه گزینه صحیح ما. خب all of the following words are mentioned in the passage except. دوستان من چون این متن رو قبلا خوندم خیلی سریع بهتون میگم که جوابش چی میشه. کدوم یکی از کلمات اینجا نیستش؟ خب کلمه فلایت نیستش. اینویت هستش. اینویت به معنی مردم بومی، در واقع مثل اسکیموها هستن اینویت ها، توی قطب زندگی میکنن. جرنی هستش. ترایمفنت هم هستش. الان بهتون نشون میدم. ترایمفنت اینجاست، اینجا دیدمش. Inuit people هم اینجاست. خب Inuit people دقیقا همینجا قرار داره. Journey هم اینجاست. ولی آیا شما میتونید فلایت پیدا کنید؟ نه، fly هست ولی فلایت نیستش، پس همون فلایت میشه گزینه صحیح ما. According to the passage, which of the following statements is true? بر اساس متن کدومی که از اینا درسته؟ خب میخونیمش. Roald Amundsen was born into a family with little background in sea trade. خانواده امانسن تجربه کمی داشتن، پیش زمینه کمی داشتن توی سی ترید، بازرگانی دریایی. اینطور نیست، خودشون شیپ اونر بودن. کاملا غلطه. اول رایتینگ، اول ریدینگ اینو خوندیم. Until 1920 no one had successfully reached both geographical poles on record. بله این درسته. خب اینجا داره میگه که Amundsen and Wisting also became the first men to have reached both geographical poles. Amundsen and Wisting در واقع افرادی بودن که هر دو قطب رو به صورت جغرافیایی بهش رسیده بودن و رفته بودن، سفر کرده بودن اونجا. خب و اینجا هم باز اشاره میکنه، میگه که many successful expeditions followed including the race to the South Pole with Robert Falcon Scott. خب پس چیزهای دیگه هم داشته، اکسپediشن های دیگه هم داشته که یکیش میشه رفتن به ساوث پول به همراه رابرت فالکن سکات. بله پس میشه گفت تا اون سال هیچ کس به جز در واقع امانسن این کار رو انجام نداده بوده. بعد میگه on his way to the Northwest Passage Amundsen collected lots of money from local people. اصلا همچین ذکر شد lots of money؟ من ندیدم. Amundsen and Amdahl managed to successfully fly to Spitsbergen in the first attempt. اولین تلاششون تونستن برن به اسپیتسبرگن. آیا اینطور بود؟ نه، ما خوندیم که تو اولین تلاششون اینجا خوندیمش. خب که the airplane was damaged و they abandoned the journey. اونا سفر رو اصلا ول کردند و هواپیماشون آسیب. اما passage 2، این passage 2 بیشتر در مورد greenhouse gases هست یا گازهای گلخانه‌ای و اثراتی که میذارن روی جو زمین. خب من چون اینو قبلا خوندم سعی میکنم همونجور گفتم خیلی سریع بهتون بگم. All of the following are mentioned in paragraph 1 except. همه اینا ذکر شدن تو پاراگراف 1 بجز کدومشون. خب میخونیمشون. A gas that can lead to the greenhouse effect. یه گازی که میتونه باعث greenhouse effect یا اثر گلخانه‌ای بشه. Two gases that are a part of Earth's atmosphere. دو تا گاز که بخشی از اتمسفر زمین هستن. A gas other than carbon dioxide found in Venus's atmosphere. گازی بجز کاربن دیوکساید که در اتمسفر ونوس یا سایر زهره در واقع پیدا شده. The way greenhouse gases contribute to warming of the earth. اینکه چگونه این greenhouse gases یا گازهای گلخانه‌ای میتونن اثر بذارن روی گرم شدن زمین. خب دوستان من باید بهتون بگم که گازی که میتونه به greenhouse effect در واقع چیز کنه منجر بشه دی اکسید کربونه که اینجا مثلا ذکر شده. اینجا مثلا داریم carbon dioxide in the atmosphere causes bla bla bla. پس ما اینو چندین بار داریم، carbon dioxide رو داریم. میتونیم بگیم که این
درسته، یعنی نمیتونه گزینه در واقع ما باشه، چون میگه که همه اینا صحیحن به جز یکیشون. خب این در واقع صحیحه، بعد اون بجزه رو پیدا کنیم. دومی two gases that are part of Earth's atmosphere، دو تا گازی که بخشی از اتمسفر زمین هستن. خب اینجا میگه نیتروژن و اکسیژن. خب پس اینم در واقع صحیحه، گزینه صحیح نیست ولی جمله صحیح هست. A gas other than carbon dioxide found in Venice's atmosphere. خب ما چیزی ندیدیم اینجا که صحبت بکنیم در مورد گاز دیگه‌ای به جز کاربن دی اکساید توی سیاره ونس. پس میتونیم بگیم گزینه درست ما میشه 3. 4 هم میگه که چطور میان و گرین هاوس گاسز تاثیر میذارن روی گرم شدن زمین. خب این هم ذکر شده، منشن شده. اینجا داریم ببینیم که these are greenhouse gases that allow solar radiation to pass through the atmosphere. اجازه میدن که رادییشن خورشید گذر بکنه، عبور بکنه از اتمسفر. این یکیش and warm the earth but that absorb the heat that the earth radiates back to the space. و اون گرمایی که زمین در واقع از خودش ساطع میکنه و میخواد بفرسته به فضا رو اینا جلوش رو میگیرن. trapping it as a blanket traps body heat. و اینو ترپ میکنن، در واقع جلوش رو میگیرن، مثل تله‌ای میمونن دورش، مثل بلانکت یا همون پتویی میمونن که در واقع نمیذاره گرما از بدن انسان خارج بشه. پس میتونیم بگیم 4 هم توضیح داده. همونجور که گفتم گزینه صحیح گزینه 3 هست و 3 سوالش هست. خب which of the following best describe the scientist's prediction about people's life on earth؟ کدومی که از اینا در مورد زندگی مردم بر روی زمین صحبت میکنه و پردیکت میکنه، پیش بینی میکنه تا پایان در واقع قرن 21. در واقع میخوام ببینیم که چجوری اینو دیسکرایب میکنه، توصیف میکنه. unimportant یعنی اصلا مهم نیست براش، hopeful امیدواره، ambivalent یعنی دو جانبه، دو پهلو حرف میزنه، یا alarming داره هشدار میده. خب اگه ما بیایم اینجا دقت بکنیم میبینیم که توی همه بخشش تقریبا داره هشدار میده. مثلا اینجا میگه که the sweltering heat in which the dinosaurs live. حالا کاری به این قسمت نداریمش. میتونیم اینجا بگیم که داره میگه که دما بیشتر میشه. This global warming will alter Earth's climates. این گرمش جهانی اقلیم جهان رو به هم میریزه. disrupt food production تولید غذا رو مختل میکنه. in certain regions توی بخشی از بخشا. پس داره هشدار میده که این گرما چه اتفاقات بدی رو ممکنه منجر بشه. پس همون alarming رو انتخاب میکنیم. Which of the following pairs of techniques is used in paragraph 2؟ paragraph 2 کدوم جفت تکنیک ها استفاده میشه؟ statistics and anecdote. anecdote یعنی حکایت، یعنی میاد یه حکایتی رو تعریف میکنه. آیا حکایتی رو تعریف کرده؟ پس نه، اینطور نبوده. cause, effect and statistics یعنی دلیل و برهانش، علت و معلولش و همینطور آمار. من میگم این درسته. خب من میگم این کاملا درسته، به خاطر اینکه داره علت و معلول به ما میگه که مثلا این از چه چیزی به وجود اومده، چرا اینجوری شده. میگه industrial revolution باعث شده، در واقع اون انقلاب صنعتی باعث این شده. پس داره میگه کازش چی بوده، ایفکتش چیه. میگه که through the end of the 20th century the amount of carbon dioxide in the atmosphere increased. پس کاربن دی اکساید رفت بالا توی اتمسفر، افزایش پیدا کرد. در واقع متین هم 2 برابر شد. بعد human related increases in the atmosphere, carbon dioxide and other greenhouse gases could lead by the end of 21st century an increase in the global average temperature. پس داره میگه که دمای جهانی به صورت میانگین بالا میره تا پایان قرن 21. داره کاز and effectش رو میگه و همینطور داره آمار هم میده. 0.3 to 4.8 degrees relative to the 1986 to 2005 average. خب داره کاملا آمار میده، آماری که از 1986 تا 2005 گرفته شده و داره مقایسهش میکنه الان و با اون موقع. داره استاتستیکس هم میده. به نظر من همین گزینه 2 صحیح هست. خب The passage provides sufficient information to answer which of the following question. به اندازه کافی اطلاعات به ما میده که کدوم یک از این سوالا رو بتونیم کامل جواب بدیم. 1. What is the most important human activity contributing to the greenhouse effect now؟ الان بزرگترین اکتیویتی که انسان انجام میدن که کمک میکنه به در واقع مشارکت داره در بیشتر شدن greenhouse effect چی هست؟ آیا اینو گفته؟ نه، به طور دقیقی نگفته. فقط گفته بود که انقلاب صنعتی باعث شد. نگفته
گفت دقیقاً کدام فعالیت، کدام کارخانه باعث میشه اینقدر کاربن دی اکساید ایجاد بشه. پس نمیتونیم اینو جواب بدیم. بعد میگه که What were the causes for the extinction of mastodons and dinosaurs؟ مستودون ها و دایناسور ها چی شد که در واقع از بین رفتن؟ خب ما یه سری چیزای ریزی اینجا داریم، ولی آیا کامله؟ من اگه بتونم دوباره پیداش بکنم، اینجا مثلا میگه که small changes in the atmospheric concentration of these gases can lead to big changes in the Earth's temperature and climate. پس یک سری تغییرات کوچیکی توی غلظت اتمسفری این گازها میتونه تغییرات بزرگی رو روی دما و کلایمت یا همون اقلیم زمین بگذاره. Making the difference between ice ages when mastodons roamed the earth and the sweltering heat in which the dinosaurs lived. خب و این باعث میشه که اون تفاوت به وجود بیاد بین عصر یخبندانی که مستودون ها توش زندگی میکردن و اون گرمای طاقت فرسایی که دایناسورها توش زندگی میکردن. خب به نظرم نگفته که در واقع اینها چرا اکستینکت شدن، چرا از بین رفتن. چرا گفته اون موقع اینجوری زندگی میکردن، تو آیس ایج اونا بودن، توی هوای گرمتر هم اینا بودن، و این نگفته چرا از بین رفتن، اینو اصلا نگفته. ولی سه میگه is the phenomenon known as greenhouse effect confined to planet earth؟ آیا این فقط مرتبط با planet earth این greenhouse effect اثر گلخانه‌ای؟ خب به نظر من همین میشه. خب میشه یک، در واقع فقط ما میتونیم سه رو جواب بدیم. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که نه، فقط مختص زمین نیست، در مورد سر زهره هم صحبت شده. اینجا دقت بکنید، میگه که Without the heating caused by the greenhouse effect, Earth's average surface temperature would be only about minus 18 degrees Celsius. بدون در واقع اثر گلخانه‌ای average temperature زمین یا واقع میانگین دمای زمین منفی 18 میتونست باشه. On Venice, the very high concentrations of carbon dioxide in the atmosphere causes an extreme greenhouse effect resulting in the surface temperature as high as 450 degrees Celsius. میگه توی سیاره زهره انقدر این غلظت کاربن دی اکساید زیاده توی اتمسفرش که گرین هاوس افکت خیلی اونجا شدیده و منجر شده به دمای سطحی خیلی بالا که میرسه به حتی 450 درجه. پس دوستان فقط زمین رو نگفته، گرین هاوس افکت توی سیاره زهره رو هم توضیح داده. پس ما میتونیم بگیم که بله یک درسته. یک میگه چی؟ میگه فقط سوال 3 رو ما میتونیم جواب بدیم. کاملا درسته، ما سوال 3 رو جواب دادیم. خب According to the passage, which of the following statement is not true؟ کدومی که از اینا درست نیست؟ یک، data pertaining to the global average temperature in 1986 to 2005 on Earth have been collected and are now available. خب این که داره میگه داده هایی که مرتبط با global average temperature یا دمای میانگین جهانی از سال 1986 تا 2005 جمع‌آوری شدن و الان وجود دارن. خب بعدی میگه minor changes in the atmospheric concentration of greenhouse gases can result in significant alterations to the Earth's temperature and climate. یه سری تغییرات کوچیک توی غلظت اتمسفری گرین هاوس گاسز میتونن تغییرات معناداری رو به وجود بیارن روی اقلیم و دمای زمین. خب اینو ما پیدا کردیم و خوندیمش. بعدی although greenhouse gases constitute a small fraction of the Earth's atmosphere, they exert a significant impact on Earth's climate. میگه که اگرچه که greenhouse gases در واقع بخش کوچیکی از اتمسفر زمین رو تشکیل میدن، اونا تأثیر بسیار زیادی رو روی کلایمت زمین میگذارن. خب و هم آخری throughout the course of the 20th century the concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere approximately doubled. در سرتاسر قرن 20 کانسنتریشن یا غلظت کربن دی اکسید در اتمسفر تقریبا 2 برابر شد. خب دوستان یه بار دیگه میریم بالا این قسمت رو بخونیمش. میگه که from the beginning of the industrial revolution through the end of the 20th century the amount of carbon dioxide in the atmosphere increased by roughly 30% and the amount of methane more than doubled. خب ما میبینیم که 30% بیشتر شده کاربن دی اکساید و اون متان بوده که بیشتر از 2 برابر افزایش پیدا کرد. پس اینو ما آنچنان نتونستیم پیدا کنیم. یک که درست بود چون ما اینجا داده هایی رو داشتیم در مورد 1986 تا 2005 اینجا بودش و الان وجود داره. دومی هم که گفتیم درسته، بله
غلظتش وقتی حتی یه ذره بیشتر میشه تاثیرش روی زمین روی اقلیم خیلی بیشتره. پس هم درست بود. 3 هم که گفتش که اونا یه بخش کوچکی از زمین هستن ولی تاثیر بسیار زیادی رو دارن روی در واقع کلایمت ما. این هم درست بود ولی من نتونستم بفهمم که در واقع 4 درسته یا نه، ولی خب دیدیم که اصلا اینطور نبود. ما نوشته بود که 30% در واقع، ولی اینجا داره میگه که کاربن دی اکساید 2 برابر شده. پس این 2 برابر شدن واسه متین بود. این چیزی که در واقع ما خوندیم این بود که فقط 30% بیشتر. متن آخر پسیج 3 که در مورد The English Renaissance هست، رنسانس انگلیسی. ببینیم چه سوالایی داریم و چطور میتونیم بهشون جواب بدیم. سوال اول 66 میگه The underlined word culmination paragraph 1 is closest in meaning to. کلمه culmination از نظر معنایی نزدیکترین به کدوم کلمه؟ high point. culmination به معنی اوج هست. همونطور که اینجا میخونیم The 16th century is usually regarded as the culmination of the English Renaissance. قرن 16 هم عموما شناخته میشه تحت عنوان اوج رنسانس انگلیسی. پس ما همین رو انتخاب میکنیم. باقی رو هم میتونم براتون معنی بکنم ولی خب میدونیم که جواب نیستن. Decline کاهش. Longest era طولانی ترین عصر. Exemption میشه معافیت که اصلا معنی نمیده اینجا. بعدی 67 All of the following are mentioned paragraph 1 except همشون ذکر شدن تو پاراگراف 1 بجز. خب شماره 1 میگه The century in which Renaissance began in Italy. قرنی که رنسانس درش شروع شد تو ایتالیا. خب اینجا ذکر شده دیگه late 15th century to early 17th century is associated with the pan-European Renaissance that is usually regarded as the beginning in Italy in the late 14th century. خب تو ایتالیا تو آخر قرن 14 هم بوده. پس ما جواب این سوال داریم. پس میتونیم بگیم که نمیتونه یک درست باشه. بعدی The decade in which the Renaissance ended in Italy. من کل این متن رو زیرو کردم. در مورد پایان رنسانس در انگلستان دیدم که اینجا داره میگه continued perhaps 1620 continued until perhaps 1620. ولی در مورد ایتالیا ندیدم بگه کجا تمام شد تا کجا ادامه داشتم، چیزی رو ندیدم. میتونم بگم جوابش همین میشه چون این اصلا ذکر نشده. و سوم میگه a name referring to a family of rulers who reigned in Italy. خب اسمی که در مورد در واقع خاندانی هست که توی انگلستان رول میکردن، رین میکردن، یعنی حکومت میکردن. خب ما اینجا The Elizabethan era رو داریم، یعنی دوره الیزابتی. خب این اسم اون خاندان دیگه، الیزابت اسم ملکهشون بوده. پس میتونیم بگیم که اینم نمیتونه جواب ما باشه. An event proposed as the beginning point for the English Renaissance. یه ایونتی، یه رویدادی که در واقع beginning point بوده، نقطه شروعی بوده واسه رنسانس انگلیسی. خب اینجا هم ما همچین چیزهایی رو داریم دیگه. وقتی داره در مورد انگلستان صحبت میکنه میگه که when the battle of Bosworthfield ended the wars of the Roses and inaugurated the Tudor dynasty, Renaissance style and ideas however were slow to penetrate England, and the Elizabethan era in the second half of the 16th century is usually regarded as the culmination of the English Renaissance. خب ما میبینیم که همچین چیزی اینجا ذکر شده. اون جنگی که در واقع وجود داشته و پایانش در واقع میتونه اون رویداد باشه که باعث شروع اون رنسانس در انگلستان شده. و یه چیز دیگه، این تیودر دایناستی هم یه اسم دیگه هست. خب یه اسم دیگه از همون رویال فامیلی هست که میتونه باز داله بر این باشه که گزینه 3 همچنان گزینه صحیح برای ما نیست، چون فامیلی of rulers هم باز ذکر شد. دایناستی به معنی سلطنت، تیودر هم که ممکنه اسم اون خانواده باشه. پس ما دو تا اسم داریم، هم الیزابتن ارا داریم، هم تیودر دایناستی که این بیشتر میخوره الان که فکرش رو میکنم بهش. خب پس ما همه اینا رو داریم به جز the decade in which the Renaissance ended، دهه‌ای که توش رنسانس تموم شد در ایتالیا. خب ما اینو نداریم، پس همین دو میشه جواب 67. خب میگه according to the passage which of the following statements is true. بر اساس پسیج یا متن کدوم یک از اینا صحیحه؟ جواب صحیح ما در واقع همون گزینه 1 هست. میگه the works of English Renaissance writers such as Shakespeare and Wyatt generally circulated in manuscripts prior to their publication.
with the drama emerging as a particularly significant legacy of this era. میگه که کارهای رنسانس انگلیسی و اون افرادی که اینا رو می نوشتن مثل شکسپیر و وایت عموما دست به دست میچرخید توی manuscript، دست نوشته ها، قبل از اینکه بخوان پابلیکیشن داشته باشن، قبل از اینکه بخوان نشر بشن و در واقع پرینتینگ پرس یا ماشین پرینت به وجود بیاد. خب پس همین درسته. این قسمت هم که میگه drama emerging as a particularly significant legacy، دراما در واقع ظاهر شد به عنوان میراث اصلیشون، اینم باز اینجا ذکر شده، چون داره اینجا میگه که typically the works of these playwrights and poets circulated in the manuscript from form for some time before they were published, and above all the plays of English Renaissance theater were the outstanding legacy of the period. خب اینجا theater، خب تئاتر و دراما تقریبا یکی هستن دیگه. خب پس میتونیم بگیم که یک کاملا درسته. حالا بقیه‌شون رو بررسی کنیم چرا اونا درست نیستن. دومی، England enjoyed a rich legacy of Latin literary production. انگلستان دارای یک میراث غنی بود از در واقع اون ادبیات لاتین. آیا همچین اصلا دیده شد؟ من حقیقتش ندیدم همچین چیز رو توی متن. خب اصلا non-existent بود. بعدی، The English Renaissance commenced significantly later than its Italian counterpart. خب رنسانس انگلیسی خیلی دیرتر از همتایان ایتالیاییش در واقع به وجود اومد که این تا اینجاش درسته. خب که میگه اگر ما این قسمت رو بخونیم میبینیم که هم چیزی بله ذکر شده. یکم بریم بالاتر، اینجا میگه که The English period began far later than the Italian. خب پس هم چیزی ذکر شده، ولی ادامهش هم باید بخونیم تا مطمئن تر بشیم. خب ادامهش میگه که and then transition into mannerism and Baroque styles by about the 1550s, ultimately reaching its conclusion in the 17th century. خب من اینجا رو یکم شک دارم به این قسمت. اولش اوکی بودم ولی این قسمت رو شک دارم، چون میگه که تبدیل شد به منریزم و بروک استایل های این و تا حدود قرن دهه 1550 و در نهایت توی قرن 17 هم به اوج و در واقع پایان خودش رسید، کانکلوژن خودش رسید. ببینیم آیا هم چیزی اینجا درسته. اینجا میگه که the English period began far later than the Italian, تا اینجا okay, which is usually considered to begin in the late 14th century and was moving into mannerism and Baroque by the 1550s and earlier. so اینجا در مورد ایتالیان داره صحبت میکنه. دقت داشته باشید ایتالیان اومده بعدش کام آمده نوشته which is. در مورد ایتالیا صحبت میکنه که شیفت شد روی mannerism and Baroque. انگلستان رو نمیگه. اوکی انگلستان نمیگه. بنابراین میتونم بگم که گزینه 3 هم اشتباه، خیلی خیلی گولزنکه ولی اشتباهه متاسفانه. خب 4 there exists a broad scholarly consensus that Italian masters such as Michelangelo and Donatello exerted a profound and transformative influence on their English counterparts during the Renaissance. میگه در واقع یک اجماع عالمانه‌ای وجود داره، یعنی همه اینو قبول دارن که مسترها، اون اربابان یا اون استادان ایتالیایی مثل مایکل انجلو و دوناتلو یه تأثیر بسزایی گذاشتن که روی در واقع همتایان انگلیسی خودشون در دوران رنسانس. خب ما بریم اینو پیدا کنیم آیا درسته یا نه. اینجا میتونیم اسم اون عزیزان رو اینجا ببینیم. English Renaissance has no real tie with the artistic achievements and aims of the Italian artists. پس داره میگه که رنسانس انگلیسی هیچ در واقع گره‌ای نداره، هیچ ارتباطی نداره با اون دستاوردهای هنرمندانه ایتالیایی مثل لئوناردو داوینچی، مایکل انجلو، دوناتلو. هیچ ربطی اینا به هم ندارن. ما میفهمیم که گزینه 4 هم صحیح نیست. برای این بهتون گفتم فقط گزینه 1 میتونه واسه سال 68 صحیح باشه. خب بعدی 69 میگه which of the following statements can be best inferred from the passage. از متن چی میفهمیم؟ کدومش رو میتونیم به عنوان استنباطی داشته باشیم از این متن؟ خب اولی جیکوب
خیلی سخته کار نداریم. Was a prominent historian during the Renaissance period, renowned for his scholarship, particularly in his popularization of the term Renaissance in the 19th century. Okay, the scholars contend that the inception of Renaissance first in Italy is intrinsically linked to the nation's longer monarchic tradition in comparison to the other European nations. The verse epic, The Faerie Queen, penned by Edmund Spenser, exerted a profound influence on the subsequent literary works and stood as the most popular literary masterpiece of the Renaissance period. خب آخری این رو براتون ترجمه میکنم. The so-called Renaissance emerged as a general phenomenon manifesting itself through various sorts of artistic expressions across Europe, for instance in Italy and England sometime from the 14th to 17th century. من میگم آخری درسته. آخری میگه که در واقع اون چیزی که به اصطلاح بهش میگه رنسانس ظاهر شد اولش تحت عنوان یک پدیده عمومی و خودش نشون داد از طریق شکل‌های مختلف هنری توی اروپا. مثلا توی ایتالیا و انگلستان توی در واقع قرنهای 14 و 17 وجود داشت. خب به نظر من این کاملا درسته. بقیهشون چندان چنگی به دل نمیزنم. برگردیم یه دونه قبلتر. میگه که این بیت حماسی The Faerie Queen که توسط ادموند اسپنسر نوشته شد تاثیر بسزایی روی این مثلا دوره گذاشت. خب من با این مخالفم. چرا؟ چون که بالاتر نوشته همه این در واقع هنرمندا و شاعرای نویسنده های انگلیسی اوورشادو شده بودن توسط شکسپیر. پس مهمترینشون شکسپیر بود. نمیتونه بگه که این در واقع چیزی که توسط ادموند اسپنسر نوشته شده مهمترین بود. نه، اینجا دقت داشته باشید. ادموند اسپنسر whose verse epic The Faerie Queen had a strong influence on English literature. بله، strong influence داشت، تاثیر بسزایی داشت. But was eventually overshadowed by the lyrics of William Shakespeare. ولی آخرش توسط متون ویلیام شکسپیر overshadow شده بود. یعنی این بیشترین تاثیر داشت. ویلیام شکسپیر بیشترین تاثیر داشت. پس اینم در واقع غلطه. یه دونه دیگه برمیگردیم. در واقع میگه که اون الهام رنسانس اینجوریه که اونا میگن که اولش توی ایتالیا به صورت ذاتی به وجود اومد به خاطر اینکه این نیشن، این ملت یه در واقع رسم و رسوم سلطنتی طولانی تری داشتن در مقایسه با بقیه نیشن ها. من هم چیزی رو ندیدم، نمیتونم بگم این درسته. و در مورد جیکب فولان هم که بود و چه کرد، این به نظرم چیز مهمی نیست که بخوایم بگیم میتونیم اینفر بکنیم از این متن. حالا باز میتونیم بگردیم ببینیم همچیزی هست یا نه، ولی من فکر نمی کنم با توجه به چیزی که بهتون گفتم. همون شکسپیر که در واقع یه لحظه برگردیم پایین تر، اینجا من دوباره براتون توضیح بدم. خب گفتیم که شکسپیر از بقیه‌شون مهمتر بود. گزینه 3 رد کردیم. از طرفی گفتیم که رنسانس اولش یه جنرال فنومنان بود. پس گزینه 4 رو من بیشتر باش کنار میام، چون که آره دیگه اولش یه چیز عمومی بود. خب was a cultural and artistic movement in England dating from Folon, pan-European Renaissance that regarded beginning in Italy late 14th century. خب بله، کاملا داریم میفهمیم که یه چیزی بوده که توی اروپا شکل گرفته از قرن 14 تا 17 اولش عمومی بوده، بعد کم کم گسترش پیدا کرده. نظرم 4 میشه گزینه صحیح ما. In which position marked by 1, 2, 3, 4 can the following sentence be best inserted in the passage؟ توی کدومی که از این پوزیشن های 1 2 3 4 میتونیم این جمله رو جا بدیم؟ حالا جمله چیه؟ Like most of the Northern Europe, England saw little of these developments until more than a century later. در واقع مثل بیشتر بخشای اروپای شمالی، انگلستان هم بخش کمی از این دیولپمنت ها رو دید تا حتی 1 قرن بعدش. کجا اینو میتونیم اینسرت بکنیم؟ من میگم شماره 1 درسته.
دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که اینجا اومده اولا که ما در مورد قرن و این چیزا داریم حرف میزنیم. خب توی شماره 1 اینجا داره در مورد قرنها میگه که توی قرن 14 هم تو ایتالیا بود ولی دیرتر رسید به انگلستان. خب اول توی ایتالیا به وجود اومده، بعدن مثلا رسیده به انگلستان. اینجا هم بعد دوباره داره در مورد انگلستان حرف میزنه دیگه، درسته؟ پس چون اینجا قرن رو داریم، ایتالیا هم صحبت کردیم در موردش، تموم شد، میخوایم انگلستان شروع بکنیم، میخوایم بگیم حالا انگلستان یکم دیرتر این اومده سراغش، رنسانس بهش رسیده. این جوابی که من میتونم